شما مشغول به این کار بودید، یعنی اونقدر درآمد نداشتید که مجبور میشید دزدی بکنی؟ 3 روز رفتاری با من شد که اصلا حال جسمی خیلی بدی داشتم، شکنجه های خیلی بدی داشتم، اصلا نمیتونم راجع بهش صحبت کنم، وقتی بهش فکر میکنم حالم بد میشه. بار اول سخت بود، بار دوم و سوم مثل آب خوردن گذشت. دیگه اصلا کلا عادت کردم به این قضیه. تا اینکه یه شبی من توی بار نشسته بودم تو همون باری که با نیلوفر هر سری میرفتیم. یه فرد لبنانی اومد نشست کنار من صرفاً چون باهاش هم کلام شدم یه کیف مینیمال به من هدیه داد. من اون لحظه واقعا نمیدونستم که قیمت اون کیف چقدره و بعد از رفتنش قیمتش رو از توی گوگل در آوردم و وقتی قیمتش رو فهمیدم خیلی شوکه شدم. به این فکر کردم که من اگه ایران بودم برای اینکه این کیف رو بتونم بخرم حداقل 7-8 ماه باید کار میکردم. نیلوفر اومد نشست کنار من، به من گفتش که رها، من یه پیشنهادی برات دارم. من با یه سری آدما شروع میکنم به خوابیدن، حالا نمیدونم اصطلاحش شاید آزاردهنده باشه ولی خب من مجبورم چیزی که اتفاق افتاده رو توضیح بدم چون میخوام عین واقعیت باشه. و من با کمترین قیمت با این آدما این کارو میکنم فقط به خاطر اینکه اینا نسبت به من اعتماد کنن، من اعتمادشون رو به دست بیارم و بعد من تو رو به اینا معرفی میکنم. و من همینجور داشتم نگاه میکردم، گفت ببین اینا یه سری شیخای خیلی پول دارن که گرونترین جواهرات، گرونترین ساعت‌ها و هر چی که فکر کنی و اینا دارن. من با اینا این کارو میکنم و تو رو به اینا معرفی میکنم چون سن و سالشونم زیاده. یه قرص بهت میدم که وقتی تنها شدین و خواستین کارو شروع کنین تو این قرص رو به اینا بده. اینا بعد اینکه قرص رو بخورن حالشون بد میشه و بعدم دیگه چیزی یادشون نمیاد. و تو شروع کن ساعت اینا رو دزدیدن، چیزایی که فکر میکنی خوبه رو بردار بیار چون اینجوری بخوایم زندگی کنیم نمیصرفه برامون. و من اینجوری بودم که خب نه، من این کار نمیتونم بکنم، خطرناکه اصلا. اگه یکیشون واقعا قرص جواب عکس بده بمیرن چه اتفاقی میخواد برای من بیفته؟ بعد اینا تو پزشک قانونی مشخص نمیشه اینا قرص خوردن. هی با هم صحبت کردیم، نیلوفر بالاخره موفق شد که منو قانع کنه و یه چند وقتی به همین منوال گذشت و دفعه اول ساعت، دفعه دوم پول نقد، دفعه سوم عینک و فلان و اینا رو ما تونستیم که از اینا بدزدیم. واقعا هم پول خوبی توش بودا، ولی خلاصه تا اینکه کار کشید به یه فردی، اینو نیلوفر به معرفی کرد، گفتش که این خیلی پول داره، خیلی بیش از حد پول داره و یه اتاق جواهرات داره. اگه بتونی یکی از اون جواهرات رو برداری دیگه تموم شده و دیگه نیازی نداریم این کارو با این آدمو بکنیم. ببخشید یه سوالی داشتم، این که شما مشغول به این کار بودید، یعنی اونقدر درآمد نداشتید که مجبور میشید دزدی بکنی یا اینکه این صرفا طمعه یا صرفا چون می‌خواستی رضایت نیلوفر رو جلب بکنی؟ چرا در کنار این کار دزدی رو هم انتخاب میکنی؟ ببین من که کلا یه دختری بودم که همیشه به هر چیزی که داشتم راضی نبودم و وقتی رفتم دبی درگیر شواف خیلی زیادی شدم. هر روز ماشین رنت می‌کردم، هر روز برندهای مختلف و لباساشون رو می‌گرفتم، عکساشو تو سوشال مدیا می‌ذاشتم، به خاطر اینکه وقتی تو ایران بودم آشناها، فامیلا همه میگفتن که تو دختری هستی که هیچ وقت به اون چیزایی که دوست داری نمیرسی و من صرفا به خاطر اینکه اثبات کنم که بابا میتونم و من الان یه دختر موفقم خودم رو درگیر اون شوافا می‌کردم. یعنی هر چی که میومد و من هزینه لباس و ظاهر و خونه و ماشین و اینا می‌کردم. سر همین این کار بهتر و بیشتر می‌صرفید برام. و حالا خلاصه برگردیم سر داستان اصلیمون و گفتش که این یه اتاق جواهرات داره که خیلی هم رمز سختی نداره و میتونی راحت درش رو باز کنی. یعنی اینجوری بوده که نیلوفر با یه قیمت پایین با اینها ارتباط میگرفته برای اینکه از زندگیشون اطلاعات کسب کنه. اینا عموما افراد معمولی مثل بقیه مشتریاتون بودن یا نه تفاوت داشتن؟ نه تفاوت داشتن چون که کلا سطح رفاهیشون خیلی بالاتر از بقیه بود و نیلوفر این کارو میکرد که هم اعتماد بسازه هم اعتماد جلب بکنه و بره ببینه که ما وقتی میخوایم این موقعیت رو انجام بدیم تو موقعیت قرار میگیریم میصرفه برامون یا نه، نریم یهو به در بسته بخوریم. آدمای شناخته شده و معروف تری بودن. بله خیلی یا از خیلی. طبقه اجتماعی بالاتری خیلی زیاد. بله. و خونه این فرد که یه شیخ خیلی مهم و برجسته بود چه از لحاظ کاری و چه از لحاظ موقعیت اجتماعی
تقریبا از سطح شهر یکم دور بود و با ماشینمون رفتیم و من هرچی اصرار کردم که بذارین مثلا من با ماشین خودم بیام و اینا، گفتش که نه، من دوست دارم با ماشین من بریم. و خب سنش هم نسبت به بقیه مشتریایی که قبلا داشتیم بالاتر بود، یعنی حدوداً 80 سالشون، 70 خورده 80 نزدیک این سنا بودن. و ما رفتیم داخل و شروع کردیم به این داستانا و من قرص رو بهشون دادم، گفتم آدم هایپ میشه وقتی این قرص رو میخوره و اینا، بیشتر احساس خوبی بهش دست میده. و وقتی که قرص اثر کرد من رفتم سمت اتاق، اون اتاقو درشو باز کردم، اون جواهری که نیلوفر همش راجع بهش صحبت میکرد و پیدا کردم و اونو گذاشتم تو کیفم. از در اومدم بیرون و اومدم از ویلا خارج بشم که نگهبان مچ منو گرفت و من اونجا متوجه شدم که هم اتاق دوربین داشته، ولی من هرچی به اتاق نگاه کردم دوربینی ندیدم. پس گویا از این دوربین کوچیکایی بوده که آدم‌ها تو نگاه اول متوجهش نمیشن. و هم تو سطح راهروهای خونه دوربین داشتن. این نگهبانه وقتی که داشتم میرفتم داخل اتاق منو از تو دوربین دیده بود و من نمیدونم چه جوری اصلا حواسم نبود به اون قضیه. این پروسه بیهوش شدن این فرد خیلی سریع اتفاق افتاد که شما یهو رسیدی به اونجا یا نه؟ نه، طول میکشه تقریبا، یعنی حدوداً 1 ربع طول میکشه. خب به هر حال کسی اونجا کنترل زمان نگرفته دستش ببینه که کی چقدر داخل اتاقه. و معمولا من اون روز نسبت به بقیه روزا استرس بیشتری داشتم چون خیلی برام حساس بود و وقتی که اون شیخ از حال رفت و بیهوش شد من فقط اینجوری بودم که برم در اتاقو باز کنم، اونو بردارم بیام از این خونه در بیام، چون از سطح شهر خیلی دور بودم و گوشیم هم آنتن نمیداد. من اینجوری بودم که من این راهو باید پیاده برگردم یا یکی به من لطف کنه منو سوار ماشین بکنه. خلاصه نگهبان مچ منو گرفت و با من رفتاری کردن که خیلی واقعا اصلا توضیح دادنش دارکه. و این شیخ به هوش اومد، زنگ زد به نیلوفر جلوی خود من، زنگ زد به نیلوفر و نیلوفر گفتش که هر کاری دوست داریم باهاش بکنیم، ما اصلا تا حالا از این کارا نمی‌کردیم، خیلی عجیبه، منم مار تو آستینم پس پرورش میدادم، گویا آبروی حرفه‌ای منو دارن اینا میبرن، هر کاری که شما مختارین باهاش بکنیم. 3 روز رفتاری با من شد که اصلا حال جسمی خیلی بدی داشتم، شکنجه‌های خیلی بدی داشتم، اصلا نمیتونم راجع بهش صحبت کنم، وقتی بهش فکر میکنم حالم بد میشه. من به یه نحوی بالاخره از اونجا فرار کردم. 3 روز شما تو این خونه موندی؟ 3 روز تو اون خونه نبودم، تو انباری اون خونه بودم و انباریش هم توی زیرزمینش بود، تهویه هوای خیلی مزخرفی داشت و انگار مثلا چیزایی که تاریخشون میگذشت، زباله هاشون و هر چیزی که هفتگی از اون ویلا خارج میکردن و میذاشتن داخل اون اتاق و به صورت هفتگی اون اتاق وسایلش تخلیه میشد. و شما تصور کن یه آشغال یه 2 روز میمونه تو خونه چه بویی میگیره، شما یه هفته رو تصور کن و حالا بماند که چه اتفاقای دیگه ای افتاد. خلاصه من 3 روز اونجا بودم، تهویه‌شو که گفتم نامناسب بود، غذای درست حسابی که نمیخوردم، تا روز سوم وقتی نگهبان اومد که غذا به من یکم بده و یه لیوان آب و اینا، موقع رفتن انگار که دلش به حال من سوخته بود، نمیدونم چه جوری، ولی در رو برای من باز گذاشت و وقتی که من با چند دقیقه مکس از اون در رفتن بیرون، وسایلم رو ریخت داخل یه کیسه‌ای به من داد، گفت بیا برو تا خود صابخونه نیومده اینجا، بیا برو فرار کن، فقط نمون اینجا. و من از اونجا در اومدم، چون موقعی که داشتیم می اومدیم شب بود و من تو ماشین بودم و اصلا به جاده نگاه نکردم. بعد از 3 روز که من از اون جای تاریک اومدم بیرون و تو اون ظل گرما، هوای گرم و شما 3 روز هیچی نخورده باشی تقریبا، اون گرما همه چی اصلا دست به دست هم میدن، من دیدم که نه انگار اینجا روستاه، نه انگار شهره، انگار یه جای بین راهیه و من مجبورم که خودم رو برسونم به جاده اصلی. واقعا نمیدونم، هر چی که جون داشتم و خدا خواستم من افتادم تو راه و دیگه نداشتم قدم بردارم. نشستم زیر سایه یه ساختمون نیمه کاره که ماشین بیاد، شاید دلش به حالم بسوزه شاید نسوزه، ولی در نهایت یه ماشینه دلش به حال من سوخت، ماشین رو نگه داشت، من سوار شدم و من بهش گفتم که وقتی برسیم دم خونه من پولتو بهت میدم و گفت اوکی. رسیدیم، من می‌خواستم با نیلوفر صحبت کنم، خب خیلی از دست اون من ناراحت بودم، خیلی عصبی بودم، اون یه دستی زده بود به من، نمیدونستم برای اون موقعیت ناراحت باشم، برای حرف نیلوفر ناراحت باشم، انگار اون شخصیت حامی که داشت الان شخصیت واقعیش برام آشکار شده بود تو اون لحظه. اومدم برم باهاش صحبت کنم، دیدم مثلا از ماشین که پیاده شدم دیدم تمام وسایلم جلو در آپارتمان همه بیرونن و
یه لحظه بهت زده به همه چی نگاه کردم. اون کسی که منو با ماشینش رسون وقتی اون صحنه رو دید اصلا دیگه وای نستاد که پولشو بگیره، دیگه رفت، گازشو گرفت رفت. من نمیدونستم اون لحظه باید چی کار کنم، وسایلم همه پخش و پلا تو خیابون، گوشیم خاموش. خودمو بالاخره با یه بدبختی رسوندم به اون باری که با نیلوفر همیشه میرفتیم.